به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. سلام، من مومین احمدی. امروز 20 ایول است. چند نمونه از گزارش‌های برنامه. نفری در شویتزیا اعلام کرد که نسخه قرآن را بار دیگر آتش می‌زند. اعتراضگران سفارت این کشور در بغداد را آتش زدند. تاجیکستان با $10 میلیون محصولات می‌خرد ولی صادرات را کاهش داده است. چرا صاحبکاران تاجیک مال و محصولاتشان را برای فروش به کشورهای خارجی انتقال نمی‌دهند؟ جوانی در کلاب برای حمله با کارت به همسایه‌اش تنها 6 ماه حبس شد ولی نزدیکان جبردیده اعتراض دارند. پروکورور 1 سال و 4 ماه خوانده شد 6 ماه. حکومت عراق به شویتزیا خبر داده است که اگر امروز نسخه قرآن باری دیگر در این کشور آتش زده شود، بغداد روابط دیپلماتیش با این کشور را قطع می‌کند. در عین زمان بغداد تصمیم گرفته است مسئولان حمله به سفارت شویتزیا در این کشور را جزا دهد. تفصیلات حمله در گزارش همکارمان شهلای گلخواجه. صبح بر وقت 20 ایول اعتراضگران عراقی که به نقشه آتش زدن قرآن در استکهلم مخالف می باشند در بغداد سفارت شویتزیا را آتش زدند. پلیس عراق با استفاده از کلتک‌های الکتریکی و آب تلاش نمود اعتراضگران را پراکنده کند ولی گردآمدگان دیوار سفارت را شکسته بینای آن را سنگباران کردند. یک اعتراضگر جوان به خبرنگار فرانس پرس گفت که آنها منتظر برآمدن آفتاب نشده سفارت را آتش زدند. طبق اطلاع این خبرگزاری کارمندان سفارت همگی به جای امن انتقال داده شدند. پیش بینی می شود که امروز یک پناهنده عراقی در استکهلم در نزد سفارت عراق بار دوم نسخه قرآن و همراه با آن پرچم عراق را آتش می زند. این شخص که نامش سلوان مومیکا می باشد در صفحه‌اش در شبکه فیسبوک نوشته است که مقامات شویتزیا به برگزاری این چهاره‌بینی اجازه دادند. 28 ایونی سال روان زمانی که مسلمانان عید قربان را جشن می گرفتند، مومیکا در نزد مسجد استکهلم نسخه قرآن را آتش زده بود. آن روز هم پیروان مقتدا از صدر روحانی موثر عراقی مدت کوتاه سفارت شویتزیا در بغداد را اشغال کرده بودند. آتش زدن قرآن باعث اعتراضهای مردمی در یک عده ممالک اسلامی هم شده بود. شویتزیا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گذشته هم شاهد چهاره‌بینی‌های گروه‌های راستگرا شدند که با اشاره به آزادی بیان رمزها و کتاب‌های مقدس دینی را آتش زدند. حکومت عراق حمله به سفارت را محکوم نموده وعده داده است که مسئولان این عمل را به جوابگری می‌کشد. سفر دو روزه امامعلی رحمان به عربستان سعودی پایان یافت. امامعلی رحمان در همایش کشورهای این منطقه شرکت کرد و با ولیعهد عربستان سعودی مسائل همکاری آینده با تاجیکستان را بررسی کرد. ولی موضوعی که از این سفر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی جنجالی شد، خلیج عرب نامیدن خلیج فارس بود. تاریخاً منطقه‌ای که ایران و برخی کشورهای عربی جایگیرند خلیج فارس نامیده می شود ولی چند سال اخیر کشورهای عربی این منطقه را خلیج عرب می نامند. میرزا نبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرده است و جزئیات بیشتر دارد. میرزا نبی این بحث با چی پایان یافت و چرا سامانه پرزیدنت این منطقه را خلیج عرب نوشته است؟ سلام بینندگان عزیز. بله مومن، دقیق معلوم نیست که در روزهای اول سفر امامعلی رحمان چرا در سامانه پرزیدنت این منطقه را خلیج عرب نوشتند، ولی پس از واکنش آن را پاک کردند و تنها کشورهای خلیج نوشتند. شاید خلیج عرب نامیدن از نام رسمی همایش بود که آنجا همایش کشورهای خلیج عرب نامیده شده بود. کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی این موضوع را جدی گرفتند و واکنش جدی کردند. اسفندیار آدینه به عنوان مثال روزنامه‌نگار تاجیک در صفحه‌اش در فیسبوک دستورالعمل سازمان ملل متحد را نشر کرد که این منطقه را خلیج فارس نامیده است. در عموم موضوع خلیج عرب نامیدن این منطقه بارها بحث‌های دیپلماتی را نیز ایجاد کرده است. ایران به این موضوع همیشه حساسیت نشان می‌دهد و خلیج عرب نامیدن خلیج فارس را تلاش تحریف تاریخ می‌نامد. احتیاط در مناسبت با ایران بود یا چیزی دیگر که سامانه پرزیدنت تاجیکستان احتیاطکارانه خبرهایش را اصلاح کرد، یعنی ظاهراً بی‌طرفانه این منطقه را کشورهای خلیج نامید. و به عنوان مثال عابد شکرزاده تاریخدان تاجیک نیز هم با تاکید به دلیل‌های تاریخی گفته است نباید این منطقه را خلیج عرب نامید. امید جیهانی
فعال دیگری شبکه اجتماعی نوشته است که خلیج عرب در قدیم دریای سرخ را می‌نامیدند و اکنون هم خلیج در شمال مصر را می‌نامند و در این بحث دیده می‌شد که حتی طرفداران حکومت نیز ناراحتند. بخزاده جامی، یک فعال شبکه اجتماعی که همیشه از سیاست‌های حکومت پشتیبانی می‌کند، خلیج فارس نامیدن این منطقه را پشتیبانی کرده است. همینه. میرزا نوید، چرا این موضوع حساس است؟ ببینید، عربستان سعودی و ایران دو کشوری در این منطقه به هم مناسبت خوب ندارند و همیشه سر مسائل گوناگون بحث‌های دیپلماتی دارند. تاجیکستان ظاهراً تلاش دارد که هم با ایران که سر قدرت پیروان اهل تشیع هستند و هم با عربستان سعودی که قدرت را سنی ها در دست دارند مناسبت یکسان داشته باشد. ایران در چند طرح اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و تاجیکستان تلاش دارد که از عربستان سعودی نیز سرمایه به دست آورد. بحث خلیج فارس به اندیشه کارشناسان در شرایط امروز به نفع حکومت تاجیکستان نیست. شاید همین بود که پس از واکنش‌ها فوراً سامانه پرزیدنت کشور موقع بی‌طرفی را گرفت و این منطقه را تنها خلیج نامید. تشکر. میرزا نبی خالقزاد بود که درباره واکنش کاربران در مورد خلیج عرب نامیدن خلیج فارس صحبت کرد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. صادرات مال و محصولات از تاجیکستان به خارج کشور کاهش یافته است. آمار رسمی نشان می‌دهد که تاجیکستان صادرات طلا را در یک سال اخیر تماما کم کرده است. تاجیکستان اساساً به خارج کشور طلا، آلومینی، پخته و محصولات کشاورزی خارج می‌کند. چرا صادرات تاجیکستان کم شده است؟ به این سوال همکارم امیر ایسایف و اسکندر فیروز پاسخ جستند. طبق آمار وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان، حجم تولیدات صنعتی در کشور از اول سال جاری تاکنون 9% افزایش یافته است. ولی بانک جهانی از کاهش 30% صادرات خبر می‌دهد. اقتصاددان بهرام شریپов سبب کاهش صادرات در مقایسه با همین دوره سال گذشته را چنین توضیح می‌دهد. صادرات محصولات صنعتی به خارج کشور تنها بر پایه منفعت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. اگر در بازار جهانی یا منطقوی ارزش محصولات تولیدات این کارخانه‌ها پایین رفته باشد، مسئولان تولیدات خود را ذخیره می‌کنند. وقت نرخ‌ها بالا می‌روند، این کارخانه‌ها تولیدات خود را به خاطر بیشتر کردن ذخیره‌های ارزی و فایده خود صادرات می‌کنند. ولی اقتصاددان عبدالمنان شیرالیف نسبت به آمار رسمی صادرات ابراز تردید می‌کند. در اصل صادرات تاجیکستان بیشتر از وارداتش است، اما این صادرات در آمارها وارد نمی‌شوند چون مال محصولات نیست، بلکه قوه کاری است. و همین صادرات قوه کاری حدود 70% مجموع محصولات تاجیکستان را شکل می‌دهد. به نظر من صادرات قوه کاری از صادرات محصولات خام به مراتب بهتر است، چون محصولات خام روز تمام میشن اما قوه کاری تقریبا تمام نشده است. اما از طرف دیگر صادرات قوه کاری خیلی بدتر، به مراتب بدتر از صادرات محصولات کارکرد شده و آماده است، چون در صورت صادرات محصولات کارکرد شده و آماده هر دو، هم قوه کاری و هم محصولات خام در داخل کشور کارکرد یا که استفاده میشوند. علاوه بر این، عبدالله اشورов تحلیلگر اقتصادی به 3 عامل کلیدی در کاهش حجم کل صادرات اشاره میکند. نامگویی محصولات صادراتی تاجیکستان خیلی محدود است. این از جمله آلومینی، پخته و بعداً نیروی برق است. باید این دو محصولات اساسی صادراتی کشور از جمله پخته و آلومینی در داخل جمهوری کارکرد شود. برای مثال از آن پخته، نخی پخته که حاضر میفروشد در تاجیکستان، اگر اون در داخل کشور کارکرد شود، از آن متا تولید شود، از آن متا لباس تولید شود، فرض کردیم کورت، شیم و یا هر چیزی دیگری، تاجیکستان اون را میتواند به مراتب گرانتر به خارج فروشد. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی به این نظر است که در 30 سال بعد از کسب استقلال تاجیکستان نتوانسته است صنعت پیشرفته را راه اندازی کند.
این رشدی که حاضر ما داریم یا شما میگه این رشد همین چی خیلی بگم من اینا در اقتصاد نمیدونم چی میگن ولی این عاقبتش انفلاسیون حالا ما همین تورم به درجه بالا میره که مردم ما شاید مثلا حالا یک تربوز اگر 30 سوم بگیریم شاید که 100 سومش بگیریم 100 سومانی منظورم. بعد از کسب استقلال تاجیکستان توازن صادرات و واردات را نخست از حساب کمک‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی جبران می‌کرد. اکنون به اعتقاد کارشناسان این تفاوت از حساب پول انتقالی مهاجران جبران می‌شود که تعداد آنها از 1 میلیون فراتر رفته است. جنجال دو همسایه در کلاب که سال پیش از مشت و لگد تا به کارزنی انجام یافته بود در دالان‌های دادگاه و دادستانی هنوز دوام دارد. یک همسایه که خود را جبر دیده می‌داند دعوا دارد که کارزن را مقامات جزای کم دادند. جنجال همسایه‌ها در تاجیکستان همیشه ثبت می‌شود ولی این نمونه تا خونریزی رسیده است. محمود جان رحمتزاده از دو جانب پرسید که چرا جنجال بزرگتر شده است. ماه دکبر سال 2022 عبدالحمید قربانعلی در محله جبار رسولفی کلاب مورد حمله همسایه‌اش قرار گرفت. در حال عائله‌اش خبردار شده او را زود به بیمارخانه بردند. پدر عبدالحمید قربانعلی میرزایف میگوید که آنها هنگام طبابت عبدالحمید به جای شکایت نبردند. آنها به مقامات باور میکردند و فکر میکردند که گناهکار جزایش را میگیرد. ما در فکر سلامتی بودیم، یگان جا شکایت نکردیم، یگان عرض نکردیم. ما گفتیم که البته همه این حکومت در جاشای خودش از شکایت نگاه میکنه و حقیقت کار میکنه. انا بعدی که حقیقت آمده فهم جاش رسید سود هم نکنن ما هیچ نمیدونیم که چه سود میبینیم که پروکرور 1 سال و 4 ماه خونده سود 6 ماه. در همین حال کارمندان پلیس عزیزجان سینبیوف را با گمان حمله دستگیر کردند. پلیس کلاب علیه عزیزجان سینبیوف با ماده 113 قسم 2 پرونده جنایی باز کرد. قرار شد این پرونده در دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین رسیدگی شود. در حکم دادگاه ذکر شده است که گویا عبدالحمید از لفظ قبیح استفاده کرده که حمله عزیزجان سینبیوف را برانگیخته است. اما خود عبدالحمید قربانعلی این همه را رد میکند و میگوید که این حمله به اساس بود. من خودم چیز اجازه نمیکردم، من خیلی اومده اول پرسیش کم اومدم خیلی کورچه را در بین همون مردم خیلی زده دیگه خودم حیران موندم. من خونه دیدم حیران موندم که چی به من از چی کوکاگی دیگه نفهمیدم برای چی شیده می کار. در جریان مرافعه عزیزجان سینبیوف از دادگاه خواسته است که بررسی پروندهش بدون تحقیق گسترده گذرانده شود. اما پدر عبدالحمید میگوید که آنها را دادرس از این حالت آگاه نکرده است. همین حکمی که برآورده امیر در تلویزیون در رادیو در همه یعنی جمهوری یک تا دکه کنه شاهدی همسایه ده شاهدی دولت ده شاهدی همه یعنی همه همسایه همجا را بپرسن او الکترونیکی که در حالت دمو چی بدن او را بپرسن حقیقت ببرن حقیقت. در نهایت این پرونده 3 مارس به پایان رسید و دادگاه عزیزجان سینبیوف را به 6 ماه از آزادی محروم کرد. از خانواده عزیزجان سینبیوف کسی حاضر نشد قضیه را شرح دهند. پدر عبدالحمید قربانعلی همکنون در حال تجدید نظرخواهی در سطوح بالاتر دادگاه است، ولی دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین شکایت او را رد کرده است. همین است که عبدالحمید دیگر دعوا کردن نمیخواهد. پدرش باشد میخواهد وکالتنامه گرفته قضیه را پیگیری کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. در نتیجه یک تیرپرانی در خیابان 20 بروکلین نیویورک شهروند ازبکستان فریدون مولانوف جان باخته است. د نیویورک تایمز اطلاع داده که حادثه 17 یول رخ داد. خانواده فریدون مولانوف 12 سال پیش از ازبکستان به آمریکا رفته است و پدر او فردوس مولانوف به حیث سرتراش کار میکند. سپاس که ما را تا این لحظه ها همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ادنا کلاسنیکی دریافت کنید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.